با مقصد پیشگیری بیماری‌های سیرایتی بین چاروا در ناحیه واسه ماه اکتبر چاره‌بینی امگذرانی در مهلت معین شده به انجام رسانیده شد. این حیوان‌های کلان شاخدار برای خوشداد نمودن چارواهای محلی از دیگر منطقه‌ها به ناحیه واسه آورده شدند. رشد چاروای کلان شاخدار ساحه اساسی چارواداری به حساب رفته تامین نمودن اهالی با گوشت و شیر به آن وابستگی کلان دارد. در برابر خوشداد نمودن چاروا یکی از راه‌های بلند کردن محصولناکی و زیاد نمودن سرشمار حیوانات پس کردن تلفات این پیشگیری از بیماری‌های سیرایتی میباشد. چنین میگویند متخصصان ساحه بیطاری. مرکز تامینات به خطر عضوقواری در ناحیه واسه نسبت کسلی درماتیتی که در ناحیه پیدا شد متخصصان سری وقت 7886 سر چاروی کلان شاخدار 10500 سرمال معده را امگذرانی کرده شده است. تا حال یگان تلفات نداریم. کسل درماتیت در ناحیه در قطعا بد توبت یافتند. سری وقت در فصل تیرما برنامه مالایی که بعد اینه 6 ماه شدگی سیبیرکرم گذراندگیم حاضی با مسئله یشور قطعی یشور هم پیشگیری کرده استودن بچه در حدود ناحیه تا به امروز یک 5000 سر چاروی معده شاخدار 2000 سر حیوان کلان شاخدار امگذرانی کرده شده است. در مرکز تامینات امنیتی عضوقواری در ناحیه واسه اطلاع دادند که سری وقت گذراندن چاره‌بینی‌های زوتکنیکی و بیطاری گذراندن واکسین‌ها بر ضد بیماری‌های سیرایتی امکان می‌دهند که خوش‌زادکنی و بازتولید چاره‌های کلان و معده شاخدار خوبتر برآمده شده با اهالی محصولات خوشصفت شیری و گوشتی پیشنهاد کرده می‌شود. همزمان در برابر گذراندن این چاره‌بینی‌ها خواجگیداران آگاهانیده شدند که طلبات‌های زادپروری را حتما اجرا نموده در این سم طلبات‌های قانون جمهوری تاجیکستان درباره زادپروری را حتما رعایت نمایند. گزارش خواجه نظریف خدای نظر ظهوروف از ناحیه واسه برای برنامه اطلاعاتی نوید.